آقای آرمان بیانی، منتقد و مدرس سینما. خوشبختم. اگه قرار باشه یک هدف اسم برم این است که تا قبل از 50 سالگی این فیلممو بسازم. سلام، حالتون چطوره؟ ارشد تاجیک هستم و به چنل من خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو با همدیگه بررسی کامل سریال افعی تهران ساخته سامان مقدم با نویسندگی پیمان معادی میپردازیم و خب سریال خوبی بود، واقعا یکی از بهترین سریال های این چند وقت اخیر بود که با همدیگه راجبش قراره صحبت کنیم. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینیم خوشحال میشم اگه چنل منو دوست داشتید سابسکرایب کنید تا محتواهای که بیشتری از من ببینید. بزن بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. سریال افعی تهران از نظر من سریال نبود، صرفا یه سریال واسه سرگرمی نبود. 14 جلسه تراپی بود و توی این 14 جلسه خودم خیلی چیزها یاد گرفتم، مطمئنم شما هم همینطور بودید. خیلی آروم شدم، خیلی حس بهتری داشتم با هر اپیزودش، هر لحظهش لذت بردم و حال کردم. راجع به پایان بندی و سکانس پایانی و قسمت آخرم که قسمت آخر بسیار بهتری نسبت به قسمت‌های ابتدایی و اواسط و اینا داشتیم و قسمت پایانی بسیار با کیفیت تر بود، خفن تر بود، مخصوصا نگاه پیمان معادی که واقعا ترسناک بود. موقعی که فهمیدیم که خودش افعی تهرانه واقعا نگاه ترسناکی داشت و این نشون دهنده بازیگری قوی پیمان معادی و قدرتش توی سینما و بازیگری که به شدت زیبا اجرا کرد و در مجموع قسمت پایانی خیلی قوی و خوبی داشتیم. حالا بخوام راجع به قسمت‌های اول و کلاً از اول شروع کنیم بیایم تا آخر باهاتون صحبت کنم. از قسمت اول ما چی می‌بینیم؟ آرمان بیانی رو می‌بینیم که آدم داغون، مغرور، حالش اوکی نیست، همش اوورثینک میکنه و خیلی چیزای دیگر رو دیدیم که به مرور توی اپیزودهای جلوتر به مرور در هر قسمت حالش بهتر میشه. این آدم انگار یه جوری تکامل پیدا میکنه، شخصیتش پیشرفت میکنه به سمت اون شخصیتی که دلش میخواد. جدای از این که حالا مثلا این افعی تهران قاتل همه رو بذاریم کنار، خود آرمان بیانی رو تصور کنیم، شخصیتش رو میفهمیم که آره هر قسمت ما یک تراپی کامل داشتیم. هر قسمت ما با مشاور صحبت میکرد، هر قسمت خیلی از چیزای زندگی، خیلی از مشکلاتی که براش پیش میومد رو ما میدیدیم و باعث میشد که هر چی میره جلوتر روند شخصیتیش به سمت پیشرفت بره. به خاطر همین میگم که این سریال تراپی بود. 14 جلسه تراپی بود واقعا، جدای از موضوعش و فیلمنامه‌اش. علاوه بر چیزهایی که خود پیمان معادی یاد گرفت، خود تو شخصیتش، تو تکامل شخصیتش کمک کرد، به ما هم کمک کرد. یعنی جوری بود که روی مخاطب هم تأثیرش رو توی پس ذهنش بذاره و توی اون مفهومی که میخواست انتقال بده سطحیش از همه رقباش، سریال هایی که توی ایران تولید شدن، محتوایی که توی ایران تولید شدن جلوتره و چیزی که هیچ کس راجبش صحبت نکرده بود راجبش صحبت کرد. چقدر دیالوگ نویسی این سریال قوی بود. یعنی ما خیلی از سکانس های طولانی داشتیم تو جلسه مشاوره با دیگران که صحبت میکردن. انقدر دیالوگ ها قوی بود که ما احساس خستگی نمی کردیم. یعنی دوست داشتیم که ببینیم بره جلوتر، بره و اون احساس خستگی که این سکانس کی تموم میشه اصلا میمونه نمیاد. و این نشون دهنده قلم قوی نویسنده های این سریاله که اصلا چیزی نمیمونه بخوام راجعش صحبت کنم. خب سریال خیلی ایرادهای زیادی داشته، خیلی سوراخ‌های زیادی تو فیلمنامه داره، تو بعضی جاها خیلی ریز داره، دیالوگ‌های خیلی کمه که کار نمیکنه داره. ولی اصلا انقدر که این سریال قوی و خوبه واقعا نمیخوام راجع به این که چه بدی داره باهاتون صحبت کنم. یعنی همه هم همینطوری بودن. یعنی اولش که سریال پخش شد اینجوری بودن که خیلی سریال معمولی و متوسط شاید اصلا نبینیم ولی جوری تأثیرش رو گذاشته بود که ما هر هفته دلمون می‌خواست قسمت بعدی رو ببینیم و حال کنیم. و یکی از نکات قشنگش هم این بود که توی سریال ما کاملا یک فضای رئال، این که مثلا همون اتفاقی که توی زندگی آدم‌ها میفته رو داریم. یعنی کاملا آقای آرمان بیانی داره زندگی خودش رو میکنه. یعنی آرمان بیانی زندگیش رو میکنه، نویسنده فیلم نداره، همش
و اون زندگیه رو ما میبینیم توی این 14 قسمت که به نظرم خیلی خوب شد که اینجوری به تصویرش کشیدن. و یا حتی اون موضوع سینما در سینما که خودم دوستش دارم این موضوع رو توی هر فیلم و سریالی ببینم، با اینکه زیاد بهش پرداخت نشد و یه چیز معمولی و سطحی بود، کلاً به موضوعات دیگه می‌خواست پرداخته بشه، اما موضوع سینما در سینما رو هم خیلی دوست داشتم و به نظرم باحال و خوب بود. چرا میگم دیالوگای سریال قویه؟ یه دونه دیالوگ آقای پژمان جمشیدی رو شما توی قسمت آخر ببینید وقتی داره با پیمان معادی صحبت میکنه، چقدر این دیالوگ قشنگه که میگه من تو جوونیم فکر میکردم میخوام فوتبالیست بشم، شدم دیدم ته دنیا نیست، بازیگر شدم مشهور شدم دیدم ته دنیا نیست و هنوز نمیدونم ته دنیا برای من کجاست، باید برم جلوتر بفهمم. واقعا این دیالوگ ها، این نوع تاثیرگذاری رو مخاطب این سریال به شدت قویه. مثلا این دیالوگو خیلی دوست داشتم. دیالوگ های به شدت قوی تر دیگه هم داره قطعاً، ولی خب این واسه من خیلی بولتر بود، چون خیلی ها هستن تو زندگی به هر حال فکر میکنن اگر به این نقطه برسن دیگه تمومه و باید معمولی به زندگیشون ادامه بدن، اما اصلا اینطوری نیست و به قول معروف زندگی ادامه داره و به سمت جلو میره. خب سریال سنت شکنی های زیادی هم میکنه دیگه، مثلا همین موضوع آموزش و پرورش که نمیدونم خود آموزش پرورش شکایت کرد و اصلا سریال خودش منتقدا و سینما رو داشت به چالش میکشید و نقدشون میکرد. اما خودم این سنت شکنی ها رو بسیار دوست داشتم، سنت شکنی با آموزش و پرورش، معلم ها، سینما، منتقدا، پدر و مادرها و به نظرم خیلی خوب بود، خیلی خوب عمل کردن توی این بخش و واقعا دست مریزاد. مثلا شما یه سکانس رو ببینید وقتی که آرمان بهینی بچگی خودش رو بغل میکنه، ببینید چه مفهومی توی این نهفته است. هر انسانی آخر هم خودش باید دست خودش رو بگیره، خودش باید به خودش کمک کنه تا زندگی خودش رو ادامه بده، بره به جلو، تلاش کنه و هیچ کس دیگه ای نیست. آخر هم ما با همه دردهایی که کشیدیم، زجرهایی که کشیدیم، اونا با ما و ما باید اونا رو هندل کنیم و یه جوری دست اونا رو بگیریم و با خودمون زندگی رو ادامه بدیم. که واقعا به تصویر کشیدن این صحنه به نظرم خیلی کار هوشمندانه و قوی بود، جوری که تو هیچ اثر دیگه ما ندیده بودیم. سکانس پایانی و توزیع عفیه تهران هم که خیلی تاثیرگذاری خوبی داشت واقعا و اون تنش و اضطراب رو توی بیننده به وجود آورد و اون نوع شنود بود توی اتاق و کاغذ در می‌آوردن، اینا اصلا توی سینما ایران نبود. خوب به تصویر کشیده شدنش و خیلی خوب در آورده بودن و اون تاثیرگذاری و اون تنشه رو خیلی خوب القا می‌کرد که آقای پیمان معادی هم که گفتم بازیگری اون فقط اونجا که نه کل سریال اصلا تلکوندن و اونجاش هم که اصلا عالی بود، مخصوصا نگاه از من نمیترسی، نگاه ترسناکی بود واقعا. در کل این سریال انقدر مفهوم و معنا و تاثیرگذاری روی مخاطب داره که بخوایم راجعش صحبت کنیم خیلی طول میکشه. در کل باید بگم که این سریال چیزی عمیق‌تر از صرفاً یک سریال سرگرم کننده بود و در همه زاویه ها، در همه هر جوری که نگاه کنی این سریال از رقیباش توی ایران به شدت جلوتره و واقعا تشکر میکنم از کست سریال و هر کسی که توی ساخت این سریال دست داشت. تشکر میکنم که برای مخاطب خودشون ارزش قائل بودن و چیزی که توی هیچ محتوای دیگه ندیدیم رو برای مخاطبشون ارائه دادن. این بود از بررسی کامل سریال عفیه تهران. خوشحال میشم نظراتتون رو بدونم و اینکه اگر دوست داشتید کانال من رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو هم لایک کنید تا در آینده محتواهای خفن‌تری با هم بسازیم و دور همدیگه بهتر کنیم. خیلی مخلصم. فعلا.